سلام دوستان، چطورین؟ خوبین؟ جانمانشون جوره و خیرین. امیدوارم که خوب باشین. امروز خواستم اینطوری یک گوشت گوسفند پخته کنی که چطور میه. دیگه اولین بار اینطوری پخته کردم، انشالله که مزه‌دار بیه. باز پخته کنم، شما هم دوست داشتین پخته کنیم. یعنی تو یک دانه پیاز میندازین، 3-4 قبقبه، 1-2-3 دانه سیر بندازین، گوشت بوشین بندازین، دیگه یک موج سیاه، یک ذره تخم گشنیج، یک ذره زردچوبه، نیماک. این ها را اگر دوست داشتین بندازین، دیگه اگر نداشتین هم فقط نیماک بندازین. دیگه ایره بخورین. شنیدم مگه اینطوری فایده داره، طاقتوره، شاید که خوبشی باشه. دیگه شما هم جور کین، انشالله که مزه‌دار باشه. دیگه مزه‌دار هم نباشه که طاقت داره مگه. دیگه امیدوارم که جور باشین. روز یک شنبه شما بخیر. دیگه خداحافظ.